در پی زمین لرزه روز 12 نوامبر که حیات کمش 530 نفر را از بین برده است، در کنار شهر سرپل ضحاب ولایت غربی کرمانشاه ایران یک شفاخانه صحرایی برای زخمیان بنیاد شد. زمین لرزه برابر با 7.3 درجه شفاخانه اساسی این شهر مرزی کردنشین را ویران کرد و هلال احمر ایران شفاخانه موقت برای معالجه مردم مجروح را تشکیل نموده است. تقریبا در طی 72 ساعت ما بالغ بر حدود 8000 نفر بیمار رو توی این بیمارستان صحرایی پذیرش کردیم و طی اون 4000 نفر بیمار به صورت سرپایی تحت آتل بندی بخیه پانسمان قرار گرفتند. طبیبان و همشیره ها سعی دارند شماری حدالامکان بزرگ زخمی ها را شفا بخشند، ولی هنوز هم نوبت برای قبول طبیبان کلان است. تا اونجایی که اینجا مریضای که آمدن اینجا از سرپایی بودن درمان شدن، اونجایی که در هیت اینجا نبوده از طریق هلیکوپتر، از طریق آمبولانس اینا فرستادن شهرهای بالا. زمین لرزه شب یکشنبه یکی از بزرگترین فاجعه های سالهای اخیر به شمار می رود که در نتیجه آن 7 شهر بزرگ و 1900 دهه ولایت کرمانشاه ایران زیان دیدند. طبق گزارش های رسمی زلزله کمش 12000 منزل زیست را کاملا و 15000 منزل زیست را قسما خراب کرده است. مردی که همراه با دخترش در شفاخانه است دیگر جای زیست ندارد. اصلا شدید کامل ویران شده، خدا وکیل هیچی برای من نمونده. مقامداران ایران کوشش دارند که مردم اذیت دیده را با سرپناه تأمین کنند، اما تا به حال هزارها نفر شب را در زیر آسمان بدون آب و برق سپری می کنند.